داستان پیرمرد عارفی با پشته هیزمش. یکی از بزرگان شهر ضیافت شبانه‌ای ترتیب داده بود. از همه آشنایان و خردمندان شهرش دعوت به عمل آورده بود. بعد از شام به دوستانش پیشنهادی داد: حالا که امشب در این مجلس گرد هم آمدیم، بهتر است که یکی از دوستان حکایتی جذاب از زندگی خیش روایت کند تا هم سودی برای دیگران داشته باشد و هم از سرگذشتش بیشتر آگاهی یابیم. بعد از این سخنان بود که ناگهان همه نگاه‌ها متوجه مرد دانا و عارفی شد که در گوشه‌ای نشسته بود و در افکار خیش غرق شده بود. آن مرد سیمایی نورانی داشت و گویا دوستانش از خیلی وقت پیشها او را می شناختند، اما امشب قضیه فرق می کرد. همه دوستانش می خواستند که از حالات روحی آن مرد بیشتر آگاه شوند. برای همین تمام نگاه‌ها به سمتش خیره گشته بود. مرد عارف هم متوجه این نگاه‌های سنگین شده بود. فهمیده بود که قرعه به نامش افتاده، پس دیگر باید قصه زندگیش را برای بقیه تعریف می‌کرد. مرد عارف داستان زندگی خودش را اینگونه آغاز نمود: شبی در خواب دیدم که چند پیر راه حقیقت نزد من آمدند. به آن پیران گفتم: ای پیران راه حقیقت، من چگونه میتوانم روزی حلالی را بدون رنج و گرفتاری به دست بیاورم؟ آن پیران اشاره کردند که دنبالمان بیا. من پشت سرشان به راه افتادم تا اینکه به کوهستانی رسیدیم. آنجا درختانی پر از میوه‌های عجیب بود. آنها درختان را تکان دادند. به من گفتند که از این میوه‌ها بخور، اینها میوه‌های بهشتی هستند که خدا شیرین بکرد آن میوه را در دهان تو به همت‌های ما. در همین حین که داشتم مقدار زیادی از آن میوه‌ها می‌خوردم، ناگهان از خواب بیدار شدم. وقتی بیدار شدم هنوز مزه شیرین آن میوه‌ها را درون دهانم احساس می‌کردم. روز بعد وقتی از خونه بیرون رفتم، با هر کسی که صحبت می‌کردم شیفته و مجذوب سخنانم می‌شد. روزها گذشت و من احساس می‌کردم که در سخنوری بسی توانا گشتم. این موضوع تا جایی پیش رفت که خیلی از مردم شهر دور من جمع می‌شدند و از من می‌خواستند تا برایشان حرف بزنم. من هم این کار را می‌کردم. می‌دونستم دلیل این سخنوری فقط همان میوه‌هایی بود که آن پیران راه حق در خواب به من داده بودند. به همین خاطر بود که مردم شیفته این سخنان شده بودند. پس مرا زان رزق نطقی رو نمود، ذوق گفت من خردها می ربود. اما این وضع کم کم باعث شد تا که من به دردسرهایی بیفتم. از جمله این که یک عده می گفتند در سخنانت جادویی وجود دارد که مردم را با آن افسون می کنی. کم کم کار به جایی رسید که توانایی من در سخن گفتن مورد حسادت گروهی قرار گرفت و یک عده از مردم مرا جادوگر خطاب می کردند. این شرایط برایم دیگر غیر قابل تحمل شده بود. دست به دعا برداشتم و از خدا خواستم که این فتنه را از من دور گرداند و به درگاه خدا نالیدم که در چشم دیگران نباشم و از مردم شهر مخفی گردم. دعای من در درگاه خداوند مستجاب گردید. کم کم آن مقدار سخنوری که در من پدیدار گشته بود از بین رفت. بعد از مدتی ذوقی عرفانی و حالت متعالی به من دست داد تا جایی که حاضر نبودم آن را با هیچ چیزی عوض کنم. غرق در اندیشه‌های خودم گشتم و به والاترین افکار خداشناسی می پرداختم.
من همیشه از اون افکار لذت می بردم و حتی حاضر نبودم آن را جایگزین تمام نعمتهای بهشتی کنم. گفتم هر چیزی نباشد در بهشت غیر این شادی که دارم در سرشت. هیچ نعمت آرزو ناید دگر، زین نپردازم به جوز و نیشکر. آن روزها سپری گشت، آهی در بساط نداشتم، ولی در عوض غم و غصه‌ای هم نداشتم. از مال دنیا فقط چند تا سکه برایم باقی مانده بود که تصمیم گرفته بودم آنها را هم مستمندی ببخشایم. روزی اطراف شهر در حال راه رفتن بودم که ناگهان از دور پیرمردی را دیدم که پشته ای از هیزم به دوشش گذاشته بود و به سوی شهر راهی شده بود. وقتی نزدیکتر شد متوجه شدم که از سر و روش عرق می‌ریزد. آن پشته سنگین هیزم را به زحمت حمل می‌کند. از این رو پیش خودم فکر کردم من که از غم روزی و نان فارغم، پس نیازی هم به این چند تا سکه ندارم. تصمیم داشتم که اونا رو به نیازمندی بدهم و فکر کردم که از این پیرمرد هیزمکش نیازمندتر در این شهر هیچ کس دیگری نیست. پس چه بهتر که این سکه ها رو به او بدهم. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه‌ای چند است این بدهم به او. من به این فکرها مشغول بودم. صبر کردم که آن پیر نزدیکتر بیاید تا سکه ها را به او بدهم، اما بیخبر از این که همه افکارم درباره او اشتباه بود. پیرمرد نگاهی عمیق به من انداخت. ناگهان از شکوه نگاهش تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد. او زیر لب با خودش حرفای زمزمه می کرد که من اصلا متوجه نمی شدم. من نمی کردم سخن را فهم، لیک بر دلم می زد عتابش نیک نیک. کم کم به سمتم آمد، به من نزدیک شد و از عظمت روح آن پیرمرد قادر نبودم که از جایم تکان بخورم. حتی توانایی نداشتم که کلمه حرف بزنم. او بار هیزمش را بر روی زمین گذاشت و اون وقت دستهایش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا اگر تو بندگانی خاص داری که دعایشان را سریع اجابت میکنی، همینک بار هیزم مرا به طلا تبدیل کن. لطف تو خواهم که میناگر شود، این زمان این بار هیزم زر شود. من محو تماشای آن پیرمرد بودم. یهو دیدم که بار هیزمی که زمین گذاشته بود تبدیل به طلا شد. شگفتی من چند برابر شده بود، اما نمیتونستم حرفی بزنم. انگار دهانم قفل شده بود. بندی آهنین به زبانم زده بودند. هنوز از این حیرت بیرون نیامده بودم که باری دیگر دست به آسمان برداشت و گفت: خدایا تو بندگانی داری که میخواهند در گمنامی زندگی کنند، در حالی که دارای مقام‌های والای عرفانی اند. حال میخواهم که باری دیگر هیزم مرا به من برگردانی. خداوندا این طلاها را به هیزم تبدیل کن. لحظه ای از این دعا نگذشته بود که ناگهان دیدم آن طلاها دوباره به هیزم تبدیل شد. من کاملا حیرت زده بودم و نمیتوانستم چیزی بگویم. بعد از آن پیرمرد دوباره با رنج و مشقت هیزم‌ها رو برداشت و آنها را روی دوشش گذاشت و به سمت شهر حرکت کرد. من میخواستم دنبالش بروم و خواهش کنم که سر این کار را به من بگوید. خواستم تا در پی آن شهر روم، پرسم از وی مشکلات و بشنوم.
اما نمیتونستم از جایم حرکت کنم. بسته کرد آن هیبت او مرا، پیش خاصان ره نباشد عامه را. آن پیرمرد عارفی کامل بود، بدون اینکه کسی او را از چیزی آگاه کند اسرار درون دیگران را میفهمید. هیچ پنهان می نشد از وی زمین، بود بر اسرار دلها او امیر. در آن زمانی که پیش خود فکر می کردم این چند تا سکه رو به او بدهم، او بلافاصله فهمیده بود که من به چی فکر می کنم. به همین خاطر از خدا خواست تا در مقابلم هیزمانش را به طلا تبدیل کند. ولی از آنجایی که میخواست به من بگوید هیچ نیازی به سکه یا طلا ندارد، پس باز از خداوند خواهش کرد تا که آن طلاها را دوباره به هیزم تبدیل کند. عارف کامل میخواست که ناشناس بماند، به همین دلیل در گمنامی زندگی میکرد. ظاهرش به گونه‌ای بود که هیچ کس نمیتوانست تشخیص بدهد که او کیست. من زمانی که ذوق عرفانی را تازه دریافته بودم به این موضوع متوجه گشتم. پیرمرد با این عملش اسرار عرفانی را به صورت عملی به من آموخته بود. زمانی که داستان مرد به اینجا رسید همه مهمانان به فکر فرو رفته بودند. آنها نمیدانستند تا این زمان چند بار آن پیرمرد عارف را دیدند، اما چون ذوق عرفانی نداشتند قادر نبودند تشخیص بدهند که او که بوده است. سپاس از شما دوستان عزیز که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. ممنون میشم که کانال را سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. شاد و برقرار باشید.